اگر عادت داشته باشی برای تیز خواندن نماز حکمش چیست؟ یعنی عادت دارد یک برادر ما که بسیار نماز تیز میخواند، حکمش چیست؟ حضرت حذیفه ابن یمان، من در باب بینمازی، در باب همان صحبت های نماز به شما گفته بودم، میگه که رأى رجلا و هو یصلی ولا یتیم رکوع الصلاة ولا سجودها. حضرت حذیفه ابن یمان بار میگوید آمد نگاه کرد که یک جوان یا شاید یک موی سفید، امروز موی سفید ها هم تیز میکنه نماز، یا موی سفید بود یا جوان بود، به نهایت نماز تیز میخواند، نه رکوع دارد نه سجده دارد. یعنی رکوع و سجده هم در مذهب ابو حنیفه آرام گرفتن در رکوع و در سجده را واجب میگوید، نه رکوع پر دارد نه سجده پر دارد، تیز تیز رکوع میکند، تیز تیز سجده میکند. حضرت چی گفتن؟ حضرت حذیفه گفتن منذ کم تصلی هذه الصلاة، پیش من بیا گفتن چند سال شد که این گونه نماز میخوانی، یعنی نمازی که رکوعی پر نداری، سجده پر نداری، آرام نیستی، سراستی هستی که تیزتر نماز خوانم از مسجد بیرون شم. چند سال شد؟ گفت 40 سنه، 40 سال شد که ای حضرت حذیفه من این گونه نماز میخوانم. حضرت حذیفه چی گفتن؟ حضرت حذیفه گفتن ما صلیت منذ 40 سنه شیئا. گفتن ای برادر عزیز تو تصور کن که 40 سال نماز نخواندی، تو تصور کن. گفتن حضرت حذیفه صحابه پیغمبر بودن، 40 سال تو نماز نخواندی، ولو مت على غیر فطرت محمد صلی الله علیه وسلم، اگر با همین احوالی که نمازخوانی داری، اگر با این گونه از دنیا میگذشتی، تو حتی که پیرو محمد ناشده از دنیا میمردی، تو از پیروان محمد صلی الله علیه وسلم به حساب نمیرفتی اگر با این نمازی که تو خوانده ایستادی. این نماز باید که یک آرامش دل باشد، نماز باید که یک ملایمی داشته باشد، یک خشوع داشته باشد، یک ترس داشته باشد، یک لذت داشته باشد. امروز برادرای ما و شما بعضی هاش تیزتر نماز میخوانند که تا که رفته تیزتر باید قضای حاجت کنند، طهارتش تنگی دارد، با همون طهارت تنگیش نماز میخواند و بعدا حاجت خانه میرود. الان که پیغمبر خدا گفتن در دو حالت نماز شما را خدا قبول نمیکند. یکی در حالتی که اگر طهارتای شما تنگی دارد، شما با او احوال نماز میخوانید، این نماز شما نماز نیست گفتن. دوم در حالتی که وقتی نماز باقی هست و در پیش شما طعام یارند و شکم به شما گرسنه هست، شما با این گرسنگی شکم اگر نماز خوانید، نماز تا نماز نمیشود. شما اول از طعام استفاده برید، دیگر توجه شما در داخل نماز به سوی طعام نباشد، این حالت در شما نماز خوانید. این است آن شرط هایی که اسلام به ذمه ما و شما گذاشته است. Понравился выпуск? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите,